خواهش میکنم هر چی باشد تیزتر جواب گویید. یک شناسم که او را با خوبی شما میشناسید، زندگیش را 4 سال شده است که 4 سال شده است اما فرزنددار نشدند که فرزند داد خداوند است. از همین سبب با یک فاحشه زن که صاحب 2 کودک است همخوابه شده است که او را حتی شوهرش جواب طلاق نداده است. نکاحش نامعلوم از همان وقتی که با این زن همراه شده است از همه بیخبر، حتی نمازهایش را نمیخواند، میگوید که من هیچ کس ندارم. 1 ماه شده است که به خانه اش را نمی رود. پدر از فکر او به فشار خون گرفتار شده است. زنش باشد زنی مؤمن و مسلمان، نمازهایش را ترک نمی کند، حتی راضی هست که هر دو را نکاح کند، هر دو را نگاه کند. از شما باز خواهش میکنم که در این باره روشنایی می انداختید که شاید از سخنهای شما از راههای بد برگردد و به خانه بیاید و این مخلصی دائمی شما می باشد. این زن با راه علم کشمیری بچه را از راه برآورده است. یگان طبابت دارد یا نه؟ آیا همین چیز وجود دارد؟ دعا کنید در حق این عائله. با احترام، مخلصی دائمی شما. یعنی این برادر کسی باشد گویا مخلصی همین مسجد ما و شما و ما او کس را خوب میشناسیم، نامش اگر چنده که ذکر نکردند و به خاطر 4 سال صاحب فرزند نشدند. این زنی خود ترک کرده است، دنبال یک زنی رفته است که اون زن حتی که تا حال از شوهرش طلاق نگرفته است و خاندان اولی خود ترک ساخته است و پی همون زنی که صاحب 2 فرزند است دنبال همون است. مقصد و یک نصیحت کنیم که باز رفته یا هر اینها را نگاه و بین کند یا با یک خلاصه بیاید. البته نصیحت ما هم همین است برادر عزیز، زنی 2 کودکدار را گرفتن یا 3 کودکدار را گرفتن این در اسلام جنایت نیست، در اسلام یگان گناه هم نیست. اگر کدام جوانی که زنی بیوه هم که گیرد، ولی بچه از زن نگرفته، اگر زنی بیوه هم که گیرد این در اسلام گناه نیست برادر عزیز و گرامی. لیکن فقط زن گرفتن با طریقی از روی دستورات شرعی باشد، یعنی مادامی که وی اگر شوهرش طلاق نداده باشد وی در نکاح او هست و همخوابه شدن این مرد با این یا نکاح کردن این گونه زن این نکاح نیست و همخوابگیش زنا هست. به این خاطر دادر عزیز اگر آدم نمازخوان باشه کاری کن که عبادتات بیهوده نرود. از همه، از زنم، از فرزندم، از یار و رفیقم، از مال دنیا هم برای تو بهتر این است که پدر تو از تو راضی باشد. وقتی اگر صاحب 4 زنم که باشی، صاحب فرزندهای خوشرو هم که باشی، صاحب دستگاه و دکان هم که باشی، پدر و مادر از تو راضی نباشد، نه در دنیا برکت داری نه در آخرت. به این خاطر دادر عزیز از همه بهترین صورت برای تو این است که اول خبرگیری از پدرت کن. هر کاری که پدر و مادر برای تو دستور میدهد امر اونها را اجرا کن، این برای تو بهبودی میارد دادر عزیز. من تو که نمازخوان باشی و همیشه پایبند این مسجد باشی، من برای تو دیگر نصیحتی زیاد ندارم، زیرا شکر خدا که ما اطراف این مسئله خیلی صحبت‌های چند ساله داریم. اگر برای آدم با عقل گفته همون محمد صاحب ایرانی یک نکته بس است اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم با فهم یک نکته بس است، لیکن آدم نفهمد اگر من تا آخر جمعت را نصیحت کنم مثل یک چراغ در پیش یک آدم نابینا گذاشتن است. و این خاطر برادر عزیز این زنی که طلاق نشده است ایرا ترک بساز، این زنی تو نیست، این مال دیگر کس است. کما تدین و تدان فراموش نکن. حبیب خدا میگوید کدام دروازه را زدین دروازه زده میشود. کدام کسی را چگونه قرض میدهی همون که قرض منتظر شو. زن یک مرده که دیگر استفاده بردی حتمی زن تا استفاده میبرند. دختر یک آدم دست قپیدی دختر تا حتمی استفاده میبرند. و این خاطر الجزاء من جنس العمل است. هر جزا از جنس خود. زنا کردی زنا میکنند، دزدی کردی مال تا دزدی میکنند. و این خاطر دادر عزیز اصلاح شو، رو از پدر و مادرت عذرخواهی کن
با زن همون اولایی که فرزند ندارد. حضرت عیسی فرزند نداشت، حضرت یحیی پیغمبر فرزند نداشت. این عیب نیست. مصلحت کن، میلش یک زنی که باز با نکاح حلال و تازه و مال یگان کس نباشد، در نکاح درار مرحمت زندگی کردن بگیر.